دوستان من، میز کار من دیدیم، خط کشی من دیدیم، پرگار منم دیدیم. ما به وسیله پرگار فقط میتونیم دایره بکشیم. من این دایره که با پرگار کشیده میشه برای شما عملیش هم نشون میدم، محصولش هم نشون میدم. اینا دایره هاییست که با پرگار کشیده شدن، بعد به وسایل فیزیکی برش داده شدن و به این صورت در اومدن. اونچه که در درجه اول ما احساس میکنیم شباهت نزدیک این دایره ها به همه. دایره ها همه هم شبیه هم. من یه لغتی رو برای این تشابه پیدا کردم و بهش اضافه میکنم، میگم دایره ها تشابه مطلق دارن. یعنی شما اگر در مورد یک دایره تحقیق بکنید، بحث بکنید، صحبت بکنید، مانند این است که روی همه دایره ها صحبت کردید. حالا این دو دایره رو من به شما نشون میدم. این دایره ساده است، هیچ علائمی روش نیست، مدرج نشده، ولی این یه دایره مدرج شده. در واقع این دایره به 360 قسمت شده که به هر قسمتش میگن 1 درجه. در ضمن به 400 قسمت شده که به هر اون قسمت میگن 1 گراد. من سوالم از شما این است: آیا میتوانید به من بگویید که این دایره چگونه به 360 قسمت و یا 400 قسمت تقسیم شده؟ به جرأت به شما میگم هیچ احدی در روی کره زمین وجود نداشته و وجود نداره که بتونه روش این تقسیم رو به من بگه. آیا شما میتونید این رو تقسیم کنید به من بگید؟ خوشحال میشم که به من بگید. متشکرم.